زهر باد و شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. سلام مردم تاجیک، شما را دوست می‌دارم از قلب نه از دهان. ما کوشش میکنیم فرزندان خود را باغچه روسی بدیم، کوشش میکنیم مکتب روسی بدیم، به خاطر میگفتیم مدنیتشان پیشتر میرود. بگذار باشد، مزید نه، زبان دانی جهان دانی بیاموزید. اما من یک چیز را نمیفهمم که تاجیک با تاجیک زبان روسی گپ میزند. من خانه دوستم رفتم، فرزندشان تاجیکی نمیداند به جز سلام و خیر و دیگر. لااقل فرزندان را در خانه زبان تاجیکی گپ زنید که آنها بیاموزند. دوستان، من میترسم که پس از 10 سال و 15 سال همین بیگاه سیرو گشت میبراید ببینید اکثرا روسی گپ میزنند با فرزندان. من میترسم پس از 10 سال و 15 سال زبان تاجیکی کجا میرود. یک مدت در بیشکک کار میکردم، مردم زبان گم کرده بود 70% تقریبا. من از این میترسم. با این خاطر احترامانه زبان را گم نکنید.